سلام. فکر میکنی یه شارژر فقط گوشیتو شارژ میکنه؟ اگه اینو فکر میکنی باید بگم سخت و اشتباهی، چون ممکنه همین شارژر تبدیل بشه به یه جاسوس حرفه‌ای که یواشکی کل اطلاعاتتو بدزده. بعضی کابل‌ها یا شارژرهای تقلبی ارزون یه چیپست جاسوسی خیلی ریز تو دلشونه. وقتی گوشیتو بهش وصل میکنی میتونه پیام‌ها، عکس‌ها، فایل‌ها و حتی رمزاتو بدزده بدون اینکه اصلا متوجه بشی. اسم این مدل حمله توی دنیای امنیت جوز چکینگ هستش. مثلا توی فرودگاه یا کافه یه کابل یا یه پورت USB می‌بینیم و گوشیمون رو وصل می‌کنیم که فقط شارژ بشه، ولی توی همون لحظه داره اطلاعاتمون دزدیده میشه. حالا باید چیکار کنیم؟ فقط از کابل و شارژر اصلی یا برند معتبر استفاده کنید. از پورت‌های USB عمومی استفاده نکنید، مخصوصا توی مکان‌های عمومی. از آداپتورهای ضد هک یا آداپتوری که دیتا رو رد نمی‌کنه واسه شارژ استفاده کنید. هیچ وقت از کابل‌های ناشناس یا پیدا شده استفاده نکنید، حتی اگه خیلی وسوسه انگیز بود. گوشیتون رو همیشه به روز نگه دارید تا حفره‌های امنیتی بسته بشه و اینکه به هیچ وجه گول شارژرهای ارزون قیمتی که وعده شارژ سریع رو میدن رو نخورید. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما کانال رو سابسکرایب کنید که کلی آموزش ساده و کاربردی دیگه هم تو راهه. همین الان با یک کلیک گوشیتون رو از خطر نجات بدید قبل از اینکه خیلی دیر بشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.